سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما علاقه‌مندان به یادگیری مکالمات انگلیسی. در این جلسه و جلسه بعدی قرار مکالمه انگلیسی بین مادر و فرزندی که قراره نحوه مسواک زدن در انگلیسی رو بهش توضیح بده رو با هم تمرین میکنیم. دوستان در همین ابتدای امر لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید که بریم سراغ ادامه مکالمه. Jake, are you ready to brush your teeth? Yes, I am, Mom. What's the first step? نکته خاصی وجود نداره، فقط to brush one's teeth یعنی دندونهای خود رو مسواک زدن. First, go to the sink or wash basin and turn on the tap. Okay, I'm turning on the tap now. خب وقتی به کسی میگیم go to the sink یعنی برو پای سینک روشویی. دقت کنید بچه ها، در American English ما به سینک روشویی میگیم صرفاً سینک، در حالی که در British English به سینک روشویی میگیم wash basin. و همچنین در انگلیسی بریتانیایی آب رو باز کن میشه turn on the tap که من روش‌های گوناگون هم در British English و هم در American English رو در اسلاید بعدی براتون آماده کردم. خب همونطور که در اسلاید قبلی بهتون گفتم، انواع روش‌های انگلیسی که می‌خوایم بگیم شیر و آب رو باز کن هم در American English و هم در British English رو اینجا با هم تمرین می‌کنیم. Ways to say turn on the tap in English. Number 1, turn on the faucet. Number 2, turn on the tap. Number 3, open the faucet or open the tap. Number 4, switch on the tap or switch on the faucet. Number 5, turn on the water. And number 6, open the tap or open the faucet. دقت کنید بچه ها، در British English به شیر آب میگن tap، در حالی که در American English به شیر آب میگن faucet. Great! Now let the water run for a few seconds to get it warm. Got it? It feels warm now. خب در پاراگراف اول let the water run یعنی بذار آب بیاد. To get it warm یعنی تا گرم بشه. Good. Pick up your toothpaste from the toothbrush holder. I've got him. What's next? خب pick up your toothpaste یعنی خمیر دندون تو بردار. From the toothbrush holder. دوستان toothbrush holder به همون جام مسواکی میگن. Squeeze a small amount of toothpaste onto the bristles, about the size of a pea. Okay, I've put the toothpaste on. بچه دقت کنین، squeeze به همون حالتی است که تیوب خمیر دندون فشار میدیم که توش خمیر دندون بیرون بیاد. به این حالت میگیم squeeze. و همچنین bristles رو به همون ریش های مسواک میگیم. در پاراگراف دوم I put the toothpaste on یعنی خمیر دندون رو گذاشتم یا ریختم روی مسواک. Great! Now put the toothbrush under the tap to wet the bristles. Done. The bristles are wet. در پاراگراف اول put the toothbrush under the tap or faucet یعنی مسواکت رو زیر آب نگه دار. To wet the bristles یعنی که اون ریش های مسواک رو خیس کنید. دوستان اینجا wet or to wet نقش verb یا فعل رو بازی میکنه، یعنی خیساندن، خیس کردن. Good. Now hold the toothbrush at a 45-degree angle to your gums. Like this. در پاراگراف اول hold the toothbrush یعنی مسواکت رو نگه دار. hold یعنی نگه دار. At a 45-degree angle یعنی در یک زاویه 45 درجه. To your gums یعنی نسبت به لثه هات. gum یعنی لثه. Yes, exactly. Now start brushing gently in a circular motion. Okay, I'm brushing in circles. در پاراگراف اول start brushing gently یعنی شروع کن به آرومی مسواک زدن. gently یه نوع قید هست یعنی به آرامی.
In a circular motion یعنی به صورت حرکت دورانی. circular یعنی دایره‌ای یا دورانی و motion یعنی حرکت. در پاراگراف دوم in circles یعنی به صورت دایره‌ای، به صورت دورانی. خب دوستان، به جهت طولانی تر نشدن این مکالمه من این مبحث رو همینجا به پایان میرسونم و ادامه این مکالمه رو در جلسه آتی با شما عزیزان تمرین میکنم. تا دیداری بعد و ادامه مکالمه، خدا نگهدار.